امروز رفتم جلو افتاد یه خورده سیاه شدم، قیافم یه ذره تغییر کرده. یه ذره من خودم احساس میکنم مثل خیلی جدی خشن اینجوری بخوره، در صورتی که اصلا اینطوری نیست. خب بگذاریم از این موضوع. امروز میخوام که اینو بگم. متاسفانه حالا نمیخوایم 100% اثر ارتش ببریم سمتشون. حالا بذار من یه خورده چیزتر بگم، واضح‌تر بگم. اینو حالا میخواد بهشون هم بر بخوره دیگه، چاره ای نیستش. الان طرف، حالا خیلیاتون فیلم پیکر رو دیدید. الان بخشی از مسیحیایی هستن، ایرانیایی هستن که مثلا مسیحی شدن یا مسیحی هستن بودن، حالا اومدن تو اروپا. دقیقا اینا هم همون مثل قضیه شیعه ها از رعب و وحشت استفاده میکنن. از اینا رو من با چشم خودم دیدم، همونا رو دیده بودم که حالا عاقبتش همین که اینا رو هم من دارم میبینم. یعنی چیزی نیست که مثلا شنیده باشیم، نه، باشون آشناییم، میبینیم هم دیگه رو. مطالعه خود کوتاه حتما باید مثلا همون جایی پیش هر کسی کاری نکنم که با هم طمع یا نادانی، طمع البته، نادانی که اینا شکارچی هستن، منتها طمع باعث میشه که یه حرفا پیش کسایی بزنن که خب بد میشه. این چیز حقیقت دیگه، هیچ کس نمیتونه همون چیزی رو در هر جایی بگه، پیش هر کسی بگه. مثل دزدی میمونه که بره پیشمون مثال میزنیم یک پلیس مخلص و اونجا خودش بگه که من مثلا دیشب رفتم گاو صندوق زدم. خب این خب گرفتاری درست میگه. حالا اینم به هر حال اشتباهی که کرده. حالا میخوام اینو بگم در کل که این هم مسیر خشونت. خب استفاده میکنن دقیقا ترس و وحشت که مثلا مردم به کلیساها بکشن. و حالا متاسفانه همیشه اینا باید در دو چیز هماهنگ بشه با هم دیگه. یکی خب دین که خودش، فروش دین که یک توهمه. همون توهم میگن تو بازار، میگن توهم بفروش. کسی که شغلی پولی نداره توهم رو میفروشه. توهم یعنی همین دین. در خیلی از کتاب‌های فلسفه هم اومده که این حالا میگن بیرحمانه هم نیست و قابل قبول. حالا من نمیخوام بگم اصلا هست یا نه، اصلا کاری به این موضوع نداریم. منتها خب اومدن از این شیوه استفاده میکنن. این برای طبقات مردم عادی خب وحشتناکه، یا برای یک آدمی که حالا بخواد یکم منطقی تر به قضیه نگاه کنه براش یکم وحشتناکتره، قابل قبول نیست. حالا نمیشم بگی حالا چون اینا اون چند تا فلسفه نوشتن قبوله. نه، میتونه آقا 1,000,000 آدم یک سری کتاب خاص خونده باشن و خودشون نوشته باشن و همون مسیر رو رفتن که الان همیشه پادشاه میمونن و بقیه هم همیشه کارگر میمونن. دلیل نمیشه. این بحث خیلی توضیح، خیلی این بعد موشکافی بشه، خیلی عمیقه این بحث. اصلا هیچ چیزم نمیشه مثلا میگم الان حتما سیاست باید از سیاست ماکیاولی استفاده بشه بعد از مثال، یا فلسفه نیچه یا دیگری. این حالا بحثش کلا جا. و هست من میخوام اینو بگم که من دارم مقایسه اینها رو دارم میگم فعلا. اینا هم حالا همون روش رو میرن و از ترکیبی از خشونت و مجازات و وعده تو خالی پاداش رو حالا ارائه میدن که وعده پاداش که هیچ وقت نداره. مطمئن باشه که همیشه باید 100 مجازات داشته باشه. اگر 10% قرار باشه پاداش داشته باشه، 90% همیشه ضرر بقیه دیگران هست. خب توهمه. حالا بخواستم اینو بگم در کنار توهمی که دقیقاً به اصطلاح کسی که همین مذهبی ها، حالا آخوند میخواد باشه یا همین کشیش یا همین هر فردی که رهبر یا لیدر همین کلیسا هست، یا حالا هر دینه دیگه فرقی نمیکنه. به هر حال ما داریم اینو مثال میزنیم، یهودی، بودایی، یزدی، یزیدی، خیلی دین ها خیلی زیاده. بعد
حالا متاسفانه اینجا اینو دیگه من نمیدونم چطوری تعریف میکنن. در کنار، حالا در همه جا هست ولی در کنار این، حالا بحث از تنها اینم الان این نکته نیست که من اشاره کنم بگم کلیسا، در خیلی جاها توهم عدالت هم اومده، این هم میفروشن. یعنی در اصل نمیدونیم، حالا در اصل اگر بخوایم حساب کنیم توهم عدالت، یعنی چون عدالت نیست این توهم دین فروخته میشه، یا خیلی اتفاقای دیگه مثلا حالا میفته و ناعدالتی میشه. یعنی میخوام بگیم که حالا بعد جالبم اینجاست که اینها هم از اون توهم عدالت دوباره استفاده میکنن. یعنی اینا با یک توهم چیز میفروشن به مردم، یک توهم دین، توهمی میفروشن به مردم، جیبشون خالی میشه مردم، به فقر که میفتن. چون نگه داشتن این مسئله خیلی سخته، به راه آوردن مردم چهار گول زدن آره، ولی نگه داشتن این سخته. اون وقت اینو چطوری نگه میدارن؟ توهم عدالت رو میفروشن. یعنی میگن آقا برو پیش، میری شکایت میکنی یه کار به جایی میرسه که میگن آقا عدالت هست فلان هست چنان شده، اونجا اون چقدر این 5 سال مثلا شما رو الاف کرده، عدالت هم 10 سال شما رو چیز میکنه، تا اون موقع هم نهایت آخرش حالا یا قاضی آخرش میترسه، عدالت تهدید میشه در مقابل این چیزها، طرف یا خسته میشه بیخیال میشه، یا عدالت از اینا شکست میخوره، یا در نهایت این رو مثلا در یک جای دیگه میفرستن که ردگم کنن. یعنی میخوام بگم که متاسفانه تنها این نیست که حالا خیلی ها میگن توهم دین میشه، نه توهم عدالت هم فروخته میشه. حالا باید بگردیم ببینیم چه چیزهای دیگه اتفاقا خود به ذهن خودم هم رسید که و جالبه که بفهمم هنوز چه توهمات دیگه هست. اگر شما میدونید به ما هم بگید که ما به اصطلاح ما هم از این بفهمیم چیه. خیلی برای من جذاب شده، حالا این دوتا رو من متوجه شدم، ولی توهمات دیگه هست چی هست خیلی مایلم که متوجه بشم، یعنی بدونم چه توهمات دیگه میشه فروخت. حالا من خودم کتاب ها زیاد مطالعه میکنم میگردم، ولی خب اگه من پیدا کردم به شما میگم، اگر نه که شما برای من تو کامنت ها بذارید که دیگه چه توهماتی میشه فروخت. اتفاقا حالا من که اینجور چیزا رو جدی نمیگیرم، یعنی در سطح من نیستن که بخوام جدی بگیرم مثلا این برخورد و این حرفا رو، و جدی هم نگرفتم. متا خب من از جایی که کارم تحقیقات و مطالعه است و کنجکاو هستم، خودشون هم میدونن، خودشون میدونن تقریبا و گاهن هم یه شوکی بهش وارد میشه از این قضیه، میدونه من راحت حرفامو میزنم. حالا هرچند که به قولی میگه هزینه داشته باشه که داره، اینو من رد نمی کنم. نه اینجاها مثلا حالا برای جناب آقای ایکس یا اینجا مثلا تو دوبلین، حالا نه این که نه، ولی مثال در کل حالا ما درگیری های خیلی بالاتری داریم که اصلا این گمه داشت، درگیری های سیاسی داریم که اصلا این توش گمه، صحبت پادشاست، این که دیگه حالا یک تازه کشیش اصلی هم که نیستن که مثلا حالا بگی رهبر کشیش مثلا مثل اون پاپشون بزرگش، این که میگی اتاق ها 4 نفر دور خودش جمع میکنه از میکنم، ما میگش میگم کشیش، میگم مثلا حالا آقا دیگه کشیش میگم حالا همون رهبرش. من آدم حسابی هم میپسند دیگه، حالا خطر داره احتمال داره از در همیشه در یه جای یک رهبر قدرت کنه دیگه. مذهبی هایی که حالا مگر اینکه خودش هم مذهبی باشن که خامنه این فرق بکن، مثلا اصولا اینا کشورها دارید که میگن ما دموکراسی هستی، یه وقتی اونی که رئیس جمهور قدرتش بیشتر از پاپ و اصولا از قانون، مثلا قانون در از اگه باشه همون چیز نشه از اونا بالاتر. در هر صورت حالا ما خودمون رو گرفتار اینا نمی کنیم فعلا، بحث رو عوض میکنیم چون که خیلی چیزا مهمتر هست. دارم میخوام کوتاه سریع اینم جمع بشه و
اتفاقا یک موضوع سیاسی هم ما داریم که من فکر کنم که حالا اینجا میگم برای آخرین بار که کلا از گروه های مختلف سربداران باید خارج بشه، هر جا هم هستید از به اصطلاح با هیچ گروهی همکاری نمی کنید و نکنید. همینطور که این چیزا رو مخفی نگه دارید. این گروه خودش با پرچم خودش مستقله و هیچ وقت دشمن سپاهی دوست ما نمیشه، برای همیشه دوست ما نمیشه و دشمن آخوند هم دوست آخوند هم باز دشمن ما نمیشه همیشه و همه جا. در هر صورت بهتر است که مستقل و روی پای خودمان با نیروی خودمان با قدرت خودمان پیش بریم، نه وابسته به گروهی، نه در بین گروهی. برای تحقیقات مخفیانه به قول معروف میگه حالا بی نام نشون اشکال نداره به تحقیقات انجام بشه، ولی برای اینکه آشکارا در کنار که بگیم حالا ما اصلا ضعیف نیستیم که بخوایم به اصطلاح نیاز داشته باشیم که کسی بیاد در کنار ما بجنگه، برای ما بجنگه. همین که ضربه هم نزنن خودش خیلی حالا میزنه، بعد گاهن خیانت هایی هم میکنن، البته بی جواب نمیمونه، منتها خب برها خیانت در اونش کنیم. حالا آن بارها بهشون گفتیم که بی احترامی رو ما قبول نمی کنیم یا پاسخ قاطع میدیم. بی احترامی که خط قرمز های ماست که جواب دندان شکن بابتش میدیم. البته در سر فرصت با آرامش، از سر استراتژی نه از سر اجبار جوری میزنیم که یاد بگیرید، یعنی اینو به خاطر آینده برای انسانیت، نه برای عقده و کینه و اینجور حرفی زد مثلا ما کوچک شدیم، نه، این ولی میزنیم از سر استراتژیک انسانیت با حیوان فرق بذاریم، فرق پیدا کنه. یک فرق، سگی میاد پاچه آدم رو میگیره، سگی که مثلا میاد اگه بایستده باشی دیدی یه پرنده که میاد از بالا میشاشه رو آدم یا و غیره، این که اون حیوانه. ما به خاطر اینکه از این قضیه بکشیمشون بیرون در هر صورت روشی استفاده میکنیم، نه از سر کینه و چون مثلا آدم سادی که به کسی توهین نمیکنه، ولی وقتی که توهین میکنه یعنی اینکه مشکل داره و میخواد که مرزها رو جا به جا کنه، مرزهای انسانیت رو، انسان بودن رو، و چون انسان خود نباید یک سال ببرید مجبوریم که جوابایی بدیم که اصلا حتی خوشایند خود ما هم نیست. حالا یه موضوع من عرض کنم خدمت شما که گفتم مسئله دینی که از این بچه گفتش که یه خورده مشکلاتی کنید. ببینید خداوند که اهل سکس نبوده که با مریم ارتباط برقرار کنه بیاد بچه به نام عیسی بیاد، یا بر فرض مثال خداوند نیازی نبوده که اگر این همه قدرت داشت میتونست همونجا همه رو عاقل چیز کنه دیگه نمیخواد یک نفر به عنوان چوپان بفرسته بیاد به سر گوسفندا که اینا راهنما بشه. قطعا خداوند هیچ چیزی نمیخواسته و اگر تازه حالا میخواسته این چوپان رو بالاخره جوری آموزش میداده که این انسان بعد از اینکه به یک راهی رفت دیگه مغزش از اون دستکاری نشه، در صورتی که میبینی باز هم دستکاری میشه. یعنی من خواهم بگم من خودم هم توی این موندم که حتی این بحث من کاملا علمی میگم، کاری به مسئله شخصی نداره. خداوند چطوری فکر کرده نتونسته داستانی که ساخته یا ساختن براش رو درست از کار در بیاره، نه اینکه تونسته انسان رو جوری بیافرینه که اختیاراتش رو در دست خودش بگیره. یعنی جالب اینجایه که اومده مثل این میمونه که یک زمین باز رو گذاشته. خب این زمین باز از بچگی بوده دیگه، در اوج قدرت طرف که نبوده که یه زمین باز رو گذاشته اونجا، خب هر کی رسیده اومده یه چیزی توش کاشته.
حالا کی میخواسته مسئولیت این زمین رو؟ این مسئول که نداشت، که نه خدا ازش محافظت کرده و نه کسی نبوده که از این، مثلا شما بچه پدر و مادرش مرده، این خود دیگه افتاده دست بیگانه دیگه پدر مادر ما خوشبینانه ترین حالتشو میگیم و دیگه کسی نداشته از این باغچه حفاظت کنه. خب این هر کی رسیده شاشیده توش دیگه، یکی هر کسی یه چیزی کاشته توش، یکی مسیحیت، یکی قرآن، یکی دیگری، یکی اومده کار زشت، یکی کار خوب، حالا اون چیزی که کار زشت خوب میگن، یکی شرارت، یکی دستکاری، یکی سوء استفاده. یعنی میخوام بگم که یکم اینا رو من هم متوجهم. حالا خیلیاتون یه موقع چیز میکنید میگید بله منم هنوز متاسفانه این درک کامل نرسیدم که البته برداشت خودم جداست که چطوری برداشت کنم و چطوری زندگی کنم و زندگی میکنم، ولی اونو فهمیدم، ولی هنوز دقیق اینو متوجه نشدم که این خداوند چطوری فکر میکرده یا اصلا این سیستم چرا اینطوری ساخته شده. البته چرا اینطوری ساخته شده من به عقاید خودم اینه که همینطوری که گفتم انسان ذاتش، نه همه، تعداد معدودی خیلی کم، رفته به راه شیطانی. حالا بحث کلا هم اینو بگم، مثلا اینو اومدن چطوری کردن، یعنی اومدن 500 نفر 1000 نفر سالیانه، 1000 نفر سالیانه مثلا میرن یک کتابی رو با هم دیگه مطالعه میکنن، مثلا میگن آقا مثلا یه چیزی ساختم به اسم قانونی، بعد این 1000 تا اینا رو میان از طریق راههای مختلف میکنن تو سر مردم. مردم وقتی اینا جور دیگه زندگی میکنن، میگه وقتی اینا رو میبینی کاری میکنن که به خودت شک کنی، مثلا فکر میکنی که این کار درستیه، در صورتی که اون کار درستی نیست. اون یک سری چیزها رو، قواعدها رو زیر پا گذاشته و اینو اون وقت چیکار انجام میدن؟ اینو در بین خودشون انجام میدن، بول معروف میگن عقاب بندی های قبلی، ولی میان در خیابان این رو مثلا انجام میدن که مثلا با من ازدواج میکنه، با من دوست میشی، یه لب میتونم بگیرم، بعد میگیره، حالا این مثلا از قبل دوست دخترشه یا اصلا همکاره خودشه، یعنی همکارهای کلاهبرداری در شیادی در این زمینه انا، طرفم میگه آره، یکی 4 نفر دیگه میگه چقدر عادی ریلکس، این اومد به این دختر گفت مثلا یه بوس به من بده، یه لب به من بده، اینم داد چقدر با کلاس، یا مثلا انگشت کونش کرد چیزی نگو چقدر با کلاس. ببین، یعنی میخوام بگم اینو جا میندازن تو مغز، اینا از قبل با همن. اینو من توی قماربازی متوجه شدم، یعنی قماربازی دیدم تو خیابون اینجوری چیز میکرد، توپ مینداخت زیرش، حالا من دیدم یک بار تا خودم هم فریب خوردم رو سرش، بعد فهمیدم با اینا همشون با هم، اون یکی الکی میاد میگه این، بعد این به اون پول میده، اون به این پول میده، هم پولا مال خودشون بین خودشون. در هر صورت میخوام بگم که اینم در این همینطوری شده. الان موضوع سیاسی و سیاست مدارای امروزی هم الان دقیقا همینطوری شده. حالا با هم دیگه، مثلا این 4 تا موشک میزنه با اونو، اونم از خودشونه، اینم 4 تا موشک اونوری میزنه و خلاصه سرتش رو گرم میارن که ما داریم یه کارایی میکنیم دیگه، مردم هم دیگه قشنگ سرگرم بازی میشن. ولی میخوام بگم که این تعداد معدود در راه در رفتن در اصل، نه بقیه، ولی به هر حال اون بزرگگر گله رو گرم میکنه دیگه، مگر اینکه یک دفعه یک فکر اساسی بشه، یک فکر اساسی که بتونه برای همیشه، که بعید میدونم ولی میشه یه کارایی کرد، شاید یه درمان موقت با کشتن خیلی هاشون،
ولی واقعیت اینه که فکر نکنم برای همیشه پایان داشته باشه.